روی جونز قهرمان مطلق جهانی باکس، برنده نشان نقره بازی‌های المپیک سئول کره و قهرمان جهان در 5 کاتگوری وزنی به شهر دوشنبه حضور آورد. در برابر پرزیدنت اساسیاسیون بین المللی باکس عمر کرملیوف، مهمان افتخاری مسابقه شام قهرمانان IBA روی جونز خواهد بود. او را در فرودگاه بین المللی پایتخت رئیس فدراسیون باکس کشور، مسئولین کمیته ملی المپیک و دیگر نمایندگان بخش ورزشی میهن استقبال گرفتند. اولین بار به تاجیکستان آمدم. از این خوشحالم و اولین تاثیراتم از تاجیکستان خوش است. با دعوت پرزیدنت تشکیلات اساسیاسیون بین المللی باکس به اینجا تشریف آوردم که اینجا وطن او هم محسوب می شود. به نظر من محاربه های شام باکس بسیار پرهیجان و شدید خواهند شد. سببش هم آن است که در اینجا برای کمربند قهرمانی به میدان می برآیند. بنابراین محاربه های ساده نخواهند بود و باور دارم که شام دیدنی می شود. روی جونز خوردی در برابر اشتراک در شام قهرمانان IBA، همچنین پیش از برگزاری رقابت‌های این ستاره پرجلوه باکس سیاره از مکان‌های تاریخی کشور دیدن نموده، بعداً به ورزشکاران رشته باکس میهن مستر کلاس را پیشنهاد خواهد کرد.